یکی نبود. پیرمردی بود به نام عمو نوروز که هر سال روز اول بهار با کلاه نمدی، زلف و ریش حنا بسته، کمرچین آبی، شال خالخالی و گیوه تخت نازک، عصا به دست از کوه راه میافتاد و میومد به سمت دروازه شهر. بیرون از دروازه شهر پیرزنی زندگی میکرد که دلباخته عمو نوروز بود. روز اول هر بهار صبح زود پا میشد، جاشو جمع میکرد و بعد از خونه تکونی و آب و جاروی حیاط خودشو حسابی تر و تمیز میکرد. به سر و دستش حنای مفصلی میذاشت و 7 قلم از خط و خال گرفته تا سرمه و سرخاب و زرک آرایش میکرد. لباس ترمه پرچین و تنبان قرمز میپوشید و مشک و عنبر به سر و صورت و گیسش میزد. فرششو میآورد مینداخت روی ایوون جلوی حوضچه فواره دار. روبروی باغچه‌اش توی یه سینی قشنگ و تمیز سیر و سرکه و سماق و سنجد و سیب و سبزه و سمنو میچید و توی یه سینی دیگه هم 7 جور میوه خشک و نقل و نبات میریخت. بعد منقل و آتیش میکرد و میرفت قلیون میآورد میذاشت دم دستش. اما سر قلیون آتیش نمیذاشت، همونجا چشم به راه عمو نوروز میشه. چندان طول نمیکشید که پلک‌های پیرزن سنگین میشد و یواش یواش خواب به سراغش میومد و کم کم خورناسش میرفت به هوا. در این بین عمو نوروز از راه میرسید و دلش نمیومد پیرزن رو بیدار کنه. یه شاخه گل همیشه بهار از باغچه میچید، روی موهاش میذاشت و میشست کنارش. از منقل یه گل آتیش بر میداشت، میذاشت سر قلیون و چند تا پک به اون میزد. یه نارنج از وسط نصف میکرد و یه پارش رو با قنداب میخورد. آتیش منقل رو برای اینکه زود سر نشه میکرد زیر خاکستر و پا میشد و راه میافتاد. آفتاب یواش یواش تو ایوون پهن میشد و پیرزن بیدار میشد. اول چیزی دستگیرش نمیشد، اما یه خورده که چشمشو باز میکرد میدید ای داده بیدار، یه گل همیشه بهار روی موهاش جا خوش کرده و همه چیز دست خورده. آتیش رفته سر قلیون و نارنج از وسط نصف شده. اون وقت میفهمید که عمو نوروز اومده و رفته و نخواسته اونو بیدار کنه. پیرزن خیلی قصه میخورد که چرا درست همون موقعی که باید بیدار میموند خوابش برده و نتونسته عمو نوروز رو ببینه. اون چاره ای نداشت جز این که منتظر بمونه شاید سال دیگه روز اول بهار عمو نوروز باز از سر کوه راه بیفته به سمت شهر و اون بتونه چشم به دیدارش روشن کنه. اما هیچ کس نمیدونه که پیرزن تونست عمو نوروز رو ببینه یا نه، چون بعضیا میگن اگه اینا همدیگر رو ببینن دنیا به آخر میرسه.